اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در سفرش با ولایت هرات از قلاردوی 207 الفاروق دیدن کرد. آقای مجاهد در این بازدید گفته است وجود اردوی منظم، مسلکی و مستقل در کشور اهدافی بود که اکنون تحقق یافته است. شرکت برشنای افغانستان در سال 1444 هجری قمری از بابت خرید برق حدود 102 میلیون دلار به ازبکستان و 80 میلیون دلار به تاجیکستان، 56 میلیون دلار به ترکمنستان و 65 میلیون دلار به ایران پرداخت کرده است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در جشن فراغت محصلین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل گفت: ما به محصلین امروزی افتخار میکنیم. امیدواریم با نمرات بالا و استعداد خوب برای کشور فقیر با افتخار تلاش نمایند. هلال احمر افغانی میگوید در ولایت هرات 8 میلیون و 500 هزار افغانی کمک نقدی به هزار بیوه بی سرپرست توزیع نموده است. شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات کشور در سفر خود به ولایت هرات با مقامات حوزه غرب دیدار کرد. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل با مردم سیل زده منطقه ارغندی ولسوالی پغمان دیدار و مراتب تسلیت برایشان عرض نمود. شاروالی کابل میگوید بیش از 2000 متریک تن کثافات از کانال ها و جوچه های مسدود شده ناحیه هشتم انتقال داده شد. اداره ملی غذا و دوام میگوید در مربوطات حوزه پنجم با همکاری شاروالی کابل 10 کارتن دوای تاریخ تیر شده شناسایی و به دست آمد.